اگرچه شرط موفقیت یا شرط لازم موفقیت در نظام مالیاتی تأمین منابع پایدار است، ولی شرط کافیش حقیقتاً چگونگی تأمین این منابع است. لذا اون سه هدف دیگه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، بحث ارتقاء عدالت مالیاتی، بحث تسهیل تکالیف و کاهش اصطکاک به نظام مالی و مادیات و همچنین ارتقاء سلامت اداری رو داریم از مسیر و از طریق راهبرد محاسبه هوشمند و سیستمی مالیات و توسعه خوداظهاری و ارتقاء تمکین مالیاتی دنبال می‌کنیم. من تو هیئت دولت هم عرض کردم که ما با جاهای مختلفی داریم پروژه‌های مختلفی رو پیش میبریم و یکی از جاهایی که خیلی موفق بوده سازمان امور مالیاتی بوده و مردم اینو حس میکنن. یعنی اون تبصره ماده 100 اصلا وصولیش واقعا مهم نیست، اینکه مردم راحت میشن خیلی پارامتر مهمیه. ببینید هوشمندسازی تو امور مالیاتی یعنی احترام به مؤدی، یعنی اولین گامش به نظر من اصلا وصول مطالباتش نیست. من اگه بخوام هوشمندسازی رو توی اداره مالیات تعریف کنم میتونم بگم که توزیع عدالته، احترام به مردمه، کمک به رشد اقتصادی و رشد کشور. سازمان امور مالیاتی کشور